رمضان بیا برو لگنقه بشین اینجا برو علیکم خوب برو سیکو چی میگم برو تو یک کار کنه انا 2 روز دیگه به خیب مونده بود 12 ختم رسول الله فهمیدی؟ امی کتابچه رو داره که طبق روال همیشگی مسائل ما و شما بریم قرار کردید خود دم خونه همی همسایا همین پول جمع کنین که به خاطر همین 12 ختم رسول الله هر سال ما و شما 4 5 قلور تقسیم میکنیم دیگه خلاصه همین حق همسال برین دم خونه هر کدوم هر چی خدا واسه دادم به می دیگه اونا مثلا اینو شریک شد بفهمیدی ما و شما خود دیگه چیزی نداریم دیگه همین یک دینه بگردن ما کمی 12 ختم رسول الله کس بعد توان خواهر چی که داره همین ختم خیرات به حساب بکنه میرین خودم کتابچه ورد برارم که برین هم سرا برین که 2 روز دیگه مونده بالاخره همین پول مولا جمع آوری کنین که بام شاید 12 ان شاء الله قلور رو برپا کنین همین کار خیر سم بگیره خدا واسه هر کس هر قدر که به توانی هسته یک کمک باشه خب کتابچه بیارم گفتیم کتابچه ورد که برین خودت لیست بیار چی کنیم که اول لیست هم خود مور بگی نوشته کنه سر خود مور خب نوشته کو 5000 افغان خود مور کوکو سیف الدین هم درون نمازدگر می بدید گفت که می حساب قلورا چیکار میکنه گفتم سه ما همون کار که همه سالا میکنه اون کار هست گفت 2500 افغانی هم بگیر کوکو سیف الدین خدا واسه همین چیزی که همه سالا ما چی میکنم همین پول بگیر 2500 انا وقت که بریم خود دم سرامی همسایا دیگه سه کنیم هر کس هر قدر که توانی بود به مقدر توان خود مشکل نداره خیر شرکت بریم بریم کار خیره هر چی خدا وقت از اون سر سرام و کندل شروع میکنه با کنیم لالا سلام علیکم نه شنم برو سلامت پنجره خیریت اول خوبه چه هستی پنجره اول خوبه خیلی شکر خدا شما خوب هستین فضل خدا شکر زنده باشه برارمه ما مایم بخیر خوشی صبحانه پس صبح بخیر همینجا چنده قلوره تیار کنیم بفهمیدیم انا گفتم اگه شما به می خیر خود خوش شریک بدین دیگه هر چی که اون توان شمانه قلور میدیم بله ما چه کار کنم شما با پیار خوب بگین که به حساب ما چنده قلور خیرات کنیم به حساب هر چی که با توان شما هست می خیر خود خوش با پیار خوب بگم بله هر چی که توان شما میشه مشکل نداره اصلا 100 روپیه گرفته تا 10000 که اسم شما رو نوشته کنم خوبه همینجا چای میخوری بیای نه سلامت شما تشکر خیر و نهار خیری خیر بینید خدا به شما خیر بده که شما می کار خیر شرکت نباشین پیار میگفتم خدای پاک قبول کنه پیار میگفتم اگه من با کارم هر دم با کارم با پخته کردن میای مشکلی نداره ما ملاقی هم داریم خیر بینید دست شما دیگه وقت پخته کردن دیگه هموش سوا شوه بخیر دیگه سوا شوه بگم برای پس سوا صبح خودشون مینا بخیر بخیر چند دیگه لکه نوشته کنم هفته نیم ساعت خیر بینید تشکر برای شب چاشنه تشکر خیر بینید خانه آبا خوش آمد سلام بگم آقا جان خوب خوش آمد خدا امید گل جان ببخشید یک دقیقه بیاین جان برارم
نه نمی قلور خوش دارم با دیگه هم بیارم. بیاریم ما دیگه بیاریم دیگه همین خیراته دیگه هر کس میای میبره دیگه با دیگه ما خیلی کلانه شاید یک بوجه گندم بگیره. نه دیگه خود زده اما چیزی باشه که بالاخره خورده بتونیم باز خراب نشه 4 تا مسلمان. نه خراب به نمیشه. اندازه که میخوریم به اندازه ببریم گپی نیه دیگه. هر چی که میتونی خورده ببر. خیلی بابا خیر باش. خوش آمد. باکو سلام و علیکم خوبی که بگم سلام بیار تو برو تا کار کجا بخونه هستن صدا تو بیار سلام علیکم. کاکا شغل خوبیم سلامت بخیر جان شما جان خوشحالیم. سلامت باشید زنده باشید. کاکا شغل قرار از مزاحمت اینه که بخیر خوشی سبانی پس صبح خود شما خبر دارین 12 ختم رسول الله. بله. گفتم طبق هر سال ما کمی 4 5 قلور داریم گفتم شما هر چی که با توان شما هست به می خیر خود شریک کنید. خداوند شما خیر بده. خداوند هم مردمی که کمک میکنه خیر بده. بفهمیدین؟ این کاری که شما هر سال پیشنهاد میکنه خیلی خوب پیشنهاد خوبیه. خیر بینی خونه شما بود. انا من چیزی که توان ما هست ما می کمک میکنیم. خیر بینی خانه شما بود. تشکر. نوشته بگو تو شغل دیگر راهی که ما نداریم. همین راه بیترین راهیه. خداوند مردم را توفیق بده و میتونه راه مصرف کنه. دیگر راهی ما نداریم. دیگر روز چیزی نداره. همین ثواب خیری واسه هر کس هر چی به توانی هست خدا واسه به میره کمک کنه. دیگه همینه دیگه چیزی که به توان ما نیه. ما برین گیر بکشیم فرض دیگه کار همین خدا واسه 500 هزار هر چی آدم یک به تو 100 دیپه. تو 1000 2000 هر چی که مردم توان داره. همین برای خیر. خیر بینی. خدا با خیرات و حاضرات ثواب دوچند میده برادر. درست. تشکر کاکا جیگر خیر خوردن برید قربان شما سلامت باشید. خوش آمدید خوش آمدید. سلام علیکم. السلام علیکم. همسایه خوبیم سلامت جان شما جوره بخیر اینجا خوشحاله. یا راست خیر سلامت. شما خوبه. یا راست خیر جان شما جوره. خیلی خوش آمدید. زنده باشین سلامت باشین. سلامت باشین. همسایه جان دیگه بخیر خوشی به خاطر همین 12 ختم رسول الله ما چند قلور داریم. دیگه گفتم باش که برای شما بگم شما چند نوشته کنید خدا واسه هر چی که با توان شما هسته بگید ما شما نوشته کنیم. کار بسیار نیکیه ما قلور کنیم بخیر. بله بله. خوبه به زیرا خو هر چی با آدم کمک کنه بازم کمه. مرم 1000 به لست بگیریم. 1000 بله 1000 به لست بگیریم. تشکر. که بخیر 1000 نوشته کنیم. دیگه انه بخیر سبانی پس باید. پس باید. بله. آن 1000 مرا لست بگیریم. خیر ببریم. خداوند قبول کنه. زنده باشید تشکر از شما. سلامت باشید. دیگه کار امر با شما به خدمت. سلامت دیگه بخیر اگه باز به دنبال قلور می اومدیم به خود اگه بیایم به خدمت ان شاء الله حتما میام. بخیر باشین جانم. سلامت شما. خدا تشکر از شما. خوش آمدید. خوش آمدید. بخیر. به بگه اینا رو ما برفتم با خوبی آوردم به خوب و شیری ما دیگه خو اینا خیلی نه من سر نمیشون باشه سر شما بتا میدم نه همه زمین خوری کایم بخورم
تو هم برو وقت کم سر شون ما نمیدی خیلی خیلی اشته میخوری همه من میخوام تو دل جان باش با برار خونه میگنه حال برارتون دم کمر میزینی برارتونیو فکر کنم اشته میخوری کن دم تو بسوزه برو بزو خونه وقت نمای وقت برو بزو خونه وقت تو هم برو عباس بزو خونه وقت نمیرم من اینجا شیشته برو گردن ما بعد با دانش بمانه